صبح زود، درست بعد از بیدار شدن از خواب، از رخت خواب برخاستم. هوای تازه صبحگاهی با بوی خاک و گل‌های باغچه مرا سر حال کرد. ابتدا به مغازه رفتم تا برای خانه خرید کنم. وقتی به مغازه رسیدم، وسایل مورد نیازم را خریدم. تخم مرغ، روغن و سایر مایحتاج خانه که بدون آنها روزمره نمی‌توانستیم کارهایمان را انجام دهیم. بعد از خرید به سمت خانه بازگشتم و قبل از هر کاری چای صبحانه‌ام را نوشیدم. طعم چای تازه و بخار آن انرژی و گرمایی به من داد تا روزم را با آرامش شروع کنم. سپس به سمت گاوها رفتم تا آنها را دوشیده و شیر تازه‌شان را جمع‌آوری کنم. گاوها را با دقت و مهربانی دوشیدم و شیر را در ظرف ریختم. بعد از آماده شدن شیر به مغازه رفتم تا آن را بفروشم و کمی پول برای مخارج خانه کسب کنم. پس از فروش شیر به خانه برگشتم و تصمیم گرفتم کمی از صبح زیباییم را در کنار باغ سپری کنم. در کنار خانه زیر سایه درختان بزرگ و خنک باغ آشپزی کردم و قابلی خوشمزه‌ای پختم. بوی مطبوع قابلی در باغ پیچید و دلنشینی آن باعث شد لحظه‌ای سرشار از آرامش و لذت را تجربه کنم. در نهایت زیر سایه سبز درخت غذای تازه و داغم را به آرامی نوش جان کردم و از سادگی و زیبایی روزم لذت بردم.